محک بوکاری، دختری که در تیک تاک 130,000 فالوور داره. همه چیز توی تیک تاک براش داشت خوب پیش میرفت تا اینکه مامانش شروع میکنه به دیت رفتن با یه پسر جوون 21 ساله. بعد از اتمام رابطه‌شون اون پسر شروع میکنه به باجگیری از مادر محک. محک هم از دوستاش کمک میگیره که یه طوری بتونن از شر دوست پسر قبلی مامانش خلاص بشن. اما همه چیز از کنترل خارج میشه و بوم. در سال 1999 محک متولد میشه. اسم مادرش انسرین و اسم پدرش علی. محک کلا مدرسه رو رها میکنه تا بتونه برای کارش در تیک تاک تمرکز بیشتری داشته باشه. از کارش هم جواب گرفته بود. محک در اینستاگرام و تیک تاک فنهای زیادی داشت و وقتی همراه مادرش ویدیو میذاشت ویوهای بیشتری میگرفت. با هم دیگه خوب مچ شده بودن. مادر محک انسرین در پاکستان به دنیا اومده بود و خیلی دوست داشت مهماندار هواپیما بشه، اما خانواده‌شون رو هیچ وقت به کالج نفرستادن و اونو مجبور کردن که هر چه سریعتر ازدواج بکنه. انسرین با علی ازدواج میکنه و به بریتانیا مهاجرت میکنن. محک هم اونجا به دنیا میاد. انسرین تبدیل میشه به یه خانم خانه‌داری که صاحب 2 فرزنده، یه دختر یه پسر، اما هیچ وقت همچین لایف استایلی رو دوست نداشت. در سال 2019 انسرین از طریق یه برنامه‌ای که مردم به صورت رندوم با هم کانکت می‌شدن با یه پسری به نام ساکیب حسین که 21 سالش بود آشنا میشه و بینشون یه جرقه اتفاق میفته. شماره‌هاشون رو به هم میدن و بیشتر با هم کانکت میشن. انسرین خیلی جذب توجه‌های ساکیب حسین قرار گرفته بود و از این توجه خیلی خوشش اومده بود، طوری که دیگه پنهونی همدیگر رو ملاقات میکردن تو جاهایی مثل هتل، رستوران، کافی شاپ. هر جا که میتونستن همدیگر رو میدیدن. هر دو از این رابطه راضی بودن، اما هیچ کدوم نمیدونستن که قرار آخر این رابطه با یک تراژدی تموم بشه. در سال 2021 انسرین تصمیم میگیره که به این رابطه خاتمه بده. شاید دیگه این خیانت اونو داشته اذیت میکرده و شاید هم مشکل فاصله سنی بوده. مشخص نیست، اما این رابطه رو تموم میکنه. ساکیب از این جدایی خیلی ناراحت میشه، طوری که بارها از انسرین میخواد که دوباره برگردن به هم. اما انسرین قبول نمیکنه. اون دیگه تصمیم خودش رو گرفته بود و این ساکیب رو بیشتر از هر چیزی خشمگین میکرد. با این خشم ساکیب کم کم شروع میکنه به تهدید کردن انسرین. تهدید به اینکه همه چیزو به شوهرت میگم و یا عکسای برهنت رو به خانوادت نشون میدم. برای لو ندادن انسرین ازش یک مقدار پول میخواد. انسرین هم که نمیدونسته باید چی کار کنه تصمیم میگیره همه چیز رو به دخترش محک بگه. محک تصمیم میگیره که همه چیز رو خودش هندل بکنه، در صورتی که میتونستن از پلیس کمک بگیرن به خاطر این باجگیری که ازشون داشته میشده. دلیل باجگیری ساکیب از انسرین به خاطر این بوده که توی رابطهشون خیلی پول خرج کرده بوده و حالا که همه چیز تموم شده بوده میخواسته تا قرون آخر پولش رو پس بگیره. محک از دوستش رکان کاروان کمک میگیره. هر دو شروع میکنن به برنامه ریزی که چجوری از دست ساکیب خلاص بشن. بعد از ریختن برنامه از دوستای دیگه شون هم کمک میخوان که شامل این برنامه بشن. دوستاشون ریز جمال، امیر جمال، مصطفی، ناتاشا و محمد پاتل. طبق نقشه محک از ساکیب میخواد که در پارکینگ تسکو سوپرمارکت همدیگر رو ملاقات کنن و اونجا پولی که میخواد رو بهش بدن. ساکیب همین پیشنهاد رو قبول میکنه، اما ساکیب رانندگی بلد نبود. به خاطر همین از دوستش هاشیم میخواد که اونو به اونجا ببره. هاشیم بنده خدا هم که از هیچ خبر نداشت، فقط به خاطر اینکه به دوستش کمک بکنه تصمیم میگیره که دوستش رو به اونجا ببره. در 11 فوریه 2022 کمی از نیمه شب گذشته بود. همه جا تاریک بود. در پارکینگ تسکو سوپرمارکت هنوز کسی نرسیده بود. ساعت 1 بامداد محک و مادرش و دوستاش به 2 تیم تقسیم شده بودن و با 2 ماشین متفاوت در اون پارکینگ منتظر ساکیب بودن. ساعت 1:17 بامداد ساکیب و هاشم میرسن به اون پارکینگ، اما سریعا متوجه میشن که 2 ماشین منتظر اوناست. به خاطر همین تصمیم میگیرن بیخیال بشن و پارکینگ رو ترک میکنن. بعد از 2 دقیقه محک و دوستاش هم از اون پارکینگ خارج میشن و به دنبال ماشینی که ساکیب توش بود میرن. تو این محوطه بارها و بارها دور میزنن، اما هر دفعه سرعت ماشین ها بالا میره. با بالا رفتن سرعت ماشین ها ساکیب خیلی نگران میشه. انقدر سرعت ماشین بالا رفته بود که حتی چراغ قرمز ها هم رد میکردن. ساکیب خیلی ترسیده بود. توی این فریم ساکیب با 999
تماس میگیره و به اپراتور میگه که چند نفر دارن منو تعقیب میکنن. اونا صورتاشونو پوشوندن، دارن سعی میکنن منو از جاده منحرف بکنن. قصد دارن منو بکشن. خواهش میکنم کمکم کنید. با سرعت زیاد دارن به پشت ماشین میزنن. اینا منو میکشن. خواهش میکنم کمک کنید. تا اینکه چند لحظه سکوت میشه و ساکیب هیچی نمیگه. بعد از چند ثانیه ساکیب داد میزنه و تلفن قطع میشه. طبق گفته‌های پلیس، ماشینی که توش ساکیب و هاشیم بودن از جاده منحرف میشه و به شدت به گارد ریل برخورد میکنه. بعد از رد شدن از گارد ریل، ماشین تقریبا نصف میشه و بعدش دوباره به شدت برخورد میکنه به یک درخت و موتور ماشین آتیش میگیره و این باعث میشه که کل ماشین هم آتیش بگیره. اما ساکیب و هاشیم قبل از این آتش سوزی فوت شده بودن. تو این فریم داره نشون میده که محک و دوستاش از ماشینشون پیاده شدن و دارن باجگونی و ویرانی اون ماشین رو نگاه میکنن و بعدش سریعا سوار ماشینشون میشن و اونجا رو سریعا ترک میکنن و به سمت لستر میرن و در دوربین‌های امنیتی شهر لستر هم دیده میشن. در دوربین‌های امنیتی لستر هم دیده میشه که محک و دوستاش دارن با هم راه میرن و با هم دارن صحبت میکنن و به همدیگه مسیج میدن. محک و دوستاش نمیدونستن که ساکیب با 999 تماس گرفته و شماره پلاک ماشینشون رو داده. خاطر همین میرن خونهشون رو راحت میخوابن. در صورتی که در کمتر از 10 ساعت پلیس ها به خونه محک و انسرین میرن و از اونا میپرسن که دیشب کجا بودن. محک شروع میکنه به دروغ گفتن و به اونا میگه که دیروز برای مسافرت رفته بودن به ناتینگهام. بعد از شنیدن دروغای محک، پلیس برای بازجویی بیشتر اونا رو بازداشت میکنه. مأموری که ماشین‌ها را بررسی کرد گفت سپر ماشین‌ها به خاطر برخورد چندین مرتبه با پشت ماشینی که ساکیب و هاشیم توش بودن به این وضع افتاده و یه سری ابزار زیر صندلی‌ها پیدا می‌کنن که انگار به خاطر آسیب زدن به ساکیب با خودشون به اونجا برده بودن. بعد از دستگیری محک از اون بازجویی می‌کنن، اما همچنان محک به دروغای خودش ادامه میداده. There's a car that's coming on the right hand side. A Seat Leon, don't know the model or anything, but it was blue, come straight down, no speed, nothing, normal on the right hand side. We were always on the left hand side. This right hand side car's come now, the Leon, the blue one, has come straight next to me and come right in front of me, not very close. I've always said to myself, I'm a very good driver when it comes to this. I've been driving for 5 years, 45 years, and I've said to myself, always keep a 2 to 3 second rule gap always when I've said to myself. تا اینکه پلیس تماس ساکیب رو برای اون پلی میکنه. محک خیلی متعجب شده بود از صدای ساکیب. به جای اینکه تسلیم بشه و واقعیت ها رو برای پلیس تعریف کنه، شروع میکنه به گریه کردن. وقایع رو دستکاری میکنه و یه طور دیگه برای پلیس توضیح میده. دوستای محک هم دقیقاً 3 روز بعد از دستگیری محک بازداشت میشن و از اونها هم بازجویی میشه. 18 ماه طول میکشه که پرونده تکمیل بشه و بالاخره در اپریل 2023 دادگاه تشکیل میشه. با شواهد زیادی که علیه اونا بود، هیچ راه فراری برای اونا وجود نداشت. محک و مادرش به خاطر قتل 2 نفر محاکمه میشن. محک به 31 سال و 8 ماه حبس محکوم میشه و مادرش به 26 سال و 9 ماه حبس. ریز جمال و رکان که اون شب راننده های اون ماشینا بودن، ریز به 31 سال حبس محکوم و بعدش 5 سال دیگه اضافه میکنن بهش چون به یک زن تجاوز کرده بوده قبلا و پرونده داشته و رکان رو به 27 سال حبس محکوم میکنن. مصطفی، امیر و ناتاشا هر کدوم به 11 سال حبس محکوم شدن. اما محمد پاتل در همون روزهای اول بازجویی به خاطر اینکه همه چیز رو همونطور که اتفاق افتاده بود توضیح داده بود برای پلیس، آزاد شد و هیچ حبسی نگرفت. خانواده ساکیب میگن که پسرمون خیلی مهربون بود و اینطور کشته شدنش غم و اندوه زیادی برای خانواده آورد. امیدواریم که جاش خوب باشه تا زمانی که ما هم به او بپیوندیم. اینو حرفای خانواده ساکیب بود. اما خانواده هاشیم بیگناه، اونا گفتن که هاشیم در واقع سوپر استار خانواده ما بود. خیلی قلب مهربونی داشت و هر کس که میتونست کمک میکرد. کشته شدن اون به این شکل واقعا باعث شد که دنیا رو سرمون خراب بشه و نبودش رو هیچ جوره نمیشه تحمل کرد. به خاطر قلب مهربونش اون شب به ساکیب کمک کرد، اما این مهربونیش باعث شد که دیگه ما اونو از دست بدیم. امیدواریم این اتفاق برای هیچ کس نیفته. اینم از کیس امروزمون. من برای هاشیم خیلی ناراحت شدم، فکر کنم شما هم همینطور. لطفاً کامنت بذارید، نظر خودتون رو راجع به این پرونده بگید. دوست دارم نظراتتون رو بدونم. بعدش هم اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید و لایک و زنگوله هم یادتون نره. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.